مادر جان چرا گریه میکنی؟ نه دخترم کم احساساتی شدم. از کاراده کوچای الدرد تا رستورانداری در سواحل استانبول. وام با دختره یک دانی همکار است. گفتی همکار؟ بیبی ما چی گرفتی؟ چی گرفتی؟ وقتی دیدمش زیاد خوشم آمد. آی چطور از مادر بسیار خوب میشنی؟ خوب میشه. در یک جای مناسب نصبش میکنی. تو وقت میذاره جای بجای کردی؟ مادر هیچ گپ آدم نمیشنوی. ما برات گفتم که منتظر باشی یک جای جورش میکنه. خیر است دخترم، دق آوردم گفتم باشه یگان کار کنم. یک چند میز جور کردم دیگه. بیازو از بیکاری کده خوب است. تو کجا بودی دخترم؟ هیچ، کمی کار داشتم. حالا زیاد کار داریم، باید زود افتتاحش کنیم دیگه. ای چی عجله است دخترم؟ عجله نیست مادر جان، فقط کاسه صبرم لبریز شده. میخوایم هر چی زودتر شروع کنیم. بسیار خوب، به هر دویتان تبریک میگم. تشکر مادر جان. دختر مقبول من جانه، دختر قنده. امشب ما میخوایم همراهتون غذا بخورم. باید کل ما در دوره یک میز جمع باشه. درست است، پس همراه دخترها گپ میزنم تا هر غذایی که میخوایی برای دخترم تیار کنه. کدام چیز خاصی میخوایی دختر قنده؟ نه، فقط میخوایم همگی دور میز باشه. درست است. کنان جان میشه کمی گپ بزنیم؟ بله. ولی این مسئله حذف تصویر مرا بسیار ناراحت ساخته. ما بسیار ناراحت هستم. از او خاطر یکی رو موظف میکنم که پیش دروازه الینا باشه. این موضوع را حل میکنم. فکر میکنی کسی که با دختر میکاره کده میمونه؟ او را الان به کم را رسیدگی میکنه. خدا میدونه که کی تصویر را حذف کده کار کی است. خب من تا حد توان در پیش الینا میباشم و نمیمانم که تنها باشه. ولی از این مسئله نباید خبر شد. در این مورد هر کس متوجه شده تشویش نکن. راستی میفهمم از خاطر که من خواستم همراه الینا عروسی میکنم، اما من فکر میکنم که تو حال واقعا به او اهمیت میدی. خدا کنه عزیز این وضعیت خراب نکنه. عزیز از این وضعیت خبر نیست، نی از نامزدی و نی از انگشتر، از این چیزه. کلش خواسته خودم است و بله ما به الینا اهمیت میدم. بسیار تشکر. از من نه، از دخترتان تشکری کنم، از اینکه در بین قدر یک دنیای کثیف هنوزم پاک و معصوم مانده. بله باید کل ما از او تشکری کنیم. سینان هنوزم همراه من جنگی هستی؟ اتفاقات آخره که بالینا رخ داد مرا بسیار جگرخون ساخت. تا که او خوب نشده سخت است که فکر مرم شود. افنه او خوب میشه، تشویش نکن. دست به دست هم داده او را خوب میسازیم. اول معلوم شود که کی میخواسته او را از بین ببره. او وقت خواد فهمیدی که من حق به جانب هستم. تو نکو افنه، هنوزم از خاطر ابرو وسواس دارم. وسواس نیست سینان، ما مطمئن هستم که کار او است. بیاز او وقتی که تصویرها برآمد کل ما خاک دیدیم. از او خاطر حال چوب میباشم. ای که کی کار کردن نمیفهمم، اما تنها چیزی که میفهمم می است که کسی که علیه جان خواهرم سوی قصد کرده رها کرده نیستم. بیبی ما با هم اتفاقات زیادی را سپری کردیم. این روزا را هم سپری میکنیم. تو فقط فراموش نکن که من زیاد دوست دارم و به این خانواده چقدر احترام دارم و به خاطر رسیدنش به مقامی که مستحقش است چی فداکاریایی کردیم. حالا بعدو کنه یکی از دوستایم میرم
یک چند چیز میگیرم، بعدا یک قهوه منو شما میایم. درست است، هر قسمه که تو خواسته باشی. مادر ایره در کجا عویزان کنم؟ آی من چی بفهمم دخترم، من به این چیزا کی میفهمم. والا مام نمیفهمم، اما باید نزدیک ساکت برق باشنی. احتیاط کو، بیازو فیوزم خراب است. خدای نخواسته آتش سوزی نشده خونه. خسته نباشه. بازی از کجا شد؟ تو امروی اورال گپ نزدی؟ خیرت از کندال. من هم روی اورال گپ زده بودم که دیگه تو را در چهار طرفم نمیخوایم. مزاحمتان نمیشم خانم اسد. فقط به پرسیدنی آمدم که چیزی ضرورت ندارین. فکر کنم دارین. ما به هیچ چیز ضرورت نداریم، تو به کارت برس. بیازو همی کارم است. واقعا با مسائل برق خوب میفهمم. در ضمن کسایی که برق نفهمه بسیار برشان خطرناک است. تا جایی که شنیدم فیوزم خراب است. اولی را نصب میکنم، بعدن باز فیوزم میبینم. قلم کنترل پیشتان است، به خاطر دیدن برق لازم است. ببینم اگه داشت پس خانه کدام چیز بود میار. غیر از جاسوسی به کارهای دگان بلد هستیم. متعجبم ساختیم. از اینکه ما پیش آقا اورال کار میکنم فکر کردین که فقط فارغ لیسه هستم. ما انجینیری برق در سال 3 میلا کردیم خانم هستم. یعنی مجبور بودم، باید به خانه پیسه می آوردم. پدرم فوت کرده بود، بیادرها و خواهرام به گردن من مانده بودن. در بخش برق شرکت دیمیروغلو کار میکردم. بعدا همراه آقا اورال معرفی شد. بعدش هم معلوم است دیگه. معلوم نیست، مجهول است. مرا متعجب ساختی، ولی جگر خونم شدم. اینا رو پیدا کردم میشه؟ میشه زنده باشه. اینا رو به مبتین مزود پس میایم. ما آمدم جانم. در داخل خود کسی نیست نه؟ درست است، آلیس. کس از آمدن من خبر نشه. پیشم کلی است، خودم داخل میشم. خوب شد که آمدی احمد. بسیار دق آورده بودم. هر وقت که دق آوردی میتونی برام زنگ بزنی، درست است؟ با تو همیشه وقت می داشته باشم. زنده باشی. خوب است که تو هستی. لاکتت نپوشیدی؟ آی پرسان نکن. دیشب از بار خطایی زیاد نفهمیدم که زنجیرش خطا خورده. از پیشم گم شدم و خوشبختانه پیداش کردم، اما فعلا نپوشیدمش. دیشب چی شده بود که بار خطا شده بود؟ کنعان برات نگفت؟ نه. کدام اتفاق بعد رخ داد؟ هیچ پرسان نکن. الینا را خو میشناسینی؟ مریض است، به ماشین وصل است. کس رفته بود و ساکت ماشین کشیده بود. رسما علیه جان دختر بیچاره سوی قصد کرده بود. چطور یعنی؟ کی این قسمی اگر کده پست انجام میده؟ راستش یک نفر در فکر میایم، اما جرأت گفتن نامش ندارم. کی؟ اصل. چت یاد نکن. اصل در زندگی خود قسم یک کارا نمیکن.
به خدا اصل ما را بسیار متعجب ساخته احمد جان. تا به امروز چی کارایی کرده که میگفتیم نمیکنه؟ خودت بهتر میفهمی. شاید به خاطر کنعان با الینا حسادت کرده باشه. هرچی نباشه کنعان نامزد سابقش بود. شاید بعضی چیزا را تحمل کرده نتونست و گرفتم میتونم. والا حق با شماست. در فیوز مشکل است. حتی احتمالاتش سوزی هم است. باید ترمیم شود. در سر کوچه یک فروشگاه لوازم برقی است. من لوازم میگیرم و میایم. زنده باشی. برای جنجال جور کردیم. استغفرالله، من بسیار لذت میبرم. فکرم دیگه میشه راحت میشه. من فوراً پس میایم. اصل من کار اینجا را که خلاص کردم با آشپزخانه میرم. ظرفا باید منظم شود. در اونجا زیاد کار است. درست است. تو کارای اونجا را خلاص کن، اینجا را به من. درست است دختر. روزتان بخیر. اصل دیمیروغلو، بفرمایین. خودم یک امانتی تان از باید تسلیم شوین. امانتی چی؟ یک نامه است به آدرستان روان شده. خب از طرف کی روان شده؟ معلومات نداریم که از طرف کی روان شده. از اینکه یک نامه خاص است نامشون خوانده نمیتونه. میشه اینجا امضا کنین لطفاً؟ وقتتان خوش. همچنان. از ما ثبوت خواسته بودیم. کلاش اینجاست. اگه واقعا میخوای بفهمی که نازا چی شده، سبا ساعت سی به جای دو جانا. جالا هیچ چیز قسمه که میخواستم نشد. اورال مثل که اورال نیست. با چشمایی که با محبت طرفم سیل میکرد، حالا فقط با خشونت طرفم سیل میکنه. میخوایم که کابوس ختم شود. لطفا همراهم کمک کن. میترسم جانا. تلفن بیادرم خاموش است. پیام مرا با او برسان. دیگه به تو هم نامه نوشته کده نمیتونم. اورال مرا گیر کده. نمیخوایم که سر تو هم ده بلا بره. سینان، همراه شرکت امنیتی گپ زدی؟ بله مادر، گپ زدم. در اولین بررسیشان متوجه مشکل نشده بودن، اما گفتن که بالاخره پیداش میکنن. امکانش هست که سیستم ثبت نکرده باشه. باید دقیقاً در همین وقت خراب میشد. چی تصادفه؟ راستش عقل مام قبول نمیکنه. موضوع کاملا واضح از مادر جان. هر کسی که سوی قصد کرده امو پاک کرده. مام همون تو فکر میکنم، اما کی جرأت کرده میتونه که به اتاق امنیتی بره و تصاویرها رو حذف کنه؟ ها؟ پس فطرتی که علیه جان یک انسان سوی قصد میتونه از او هر کار توقع میره. معلوم داره است که مثل مار آستین داخل خانه ما نفوذ کرده. اگه کدام فایل پاک شده باشه پس ریکاوری هم میشه، اما کم از کم باید 10 روز منتظر باشه. 10 روز هم منتظر میباشیم. کافی است که او مار آستین مشخص شده. شام همگی بخیر. شام بخیر. شام بخیر. چطور هستی کنعان؟ خوب هستم، تشکر. الینا کجاست؟ در اتاقش هست. میخوای لباسایش را تبدیل کنه، شما را کار داره. درست است، من پیشش میرم. پس خوب است که سر میز بریم.
زندگیم آماده هستی؟ آماده هستم. او چی است؟ این سیته که ده عروسی برم داده بودی، میخوایم امشب بپوشمش. برات بسیار خوب میگه. گفته بودم که از مروارید سیاقه مقبول تر میگه. حق با تو هست. برم که کلگی منتظر هستن. شرکت امنیتی چطور دی باره توضیح خواهد داد؟ من خو هیچ نمیفهمم. دیگه وقت نه باید دمی وقت سیستم خراب میشد؟ نمیفهمم. فکرم کاملا مغشوش شده. میگن که باید 10 روز منتظر باشه. 10 روز. شام بخیر. میبخشین منتظر ماندین. خوش آمدین آقا کنان. خوش باشی. سینان، صبح خودم شخصا امروی شرکت امنیتی گپ میزنم. ما نمیتونیم 10 روز منتظر باشیم. 10 روز بسیار زیاد است. باید هر چی زودتر بفهمیم که کار کی است. حق با تو هست. کسی که این کار کرده باید زود پیدا شود. انشالله که هر چی زودتر پیدا میشه. هنوزم در بین ما میگرده و این موضوع مرا بسیار اذیت میکنه. آقا سینان، من خب به این کارای تکنولوژی زیاد بلد نیستم. اگه تصویرها حذف شده باشه به این معناست که کل تصویرها حذف شده. باز کل تصویرهای او روز خب مبرای هماتو نیست. یعنی تصویرهای باغچه، آشپزخانه. بله، کل تصاویرهای مربوط به خونه حتما مبرایه. شام بخیر اما نرگس، ملکت خانه است. تو هم چی روی و چی یک چشمی داشتی خلیل؟ بزرگا چی گفتن؟ اگه دنیا را آب بگیره مرغابی را تا بند پایش. هر بعد که میکنی بکو، برو آزاد استی. نه مام ناقم را یکی گپ میزنم. تو امروی ما چی مشکل داری زنکه؟ ملکه خواست و مام آمدم. در بین خانم شوهر داخل نشو، مداخله نکو، گناه داره گناه. زن فقط پشت مرا گرفته. هر وقت سرم کتره و کنایه میگه. شام بخیر ملکه. بیشی خلیل. این گلا به خاطر تو از خانم عزیزم. خلیل گفتم بیشی. ده قدر سالا از تو نمال هیچ چیزه نخواستیم. این رو مزد نخواستیم که به دختران پدری کن.
تو خودت خواستی. راست است، اشتباه کردی. هیچ وارد اون مسئله نمیشی. با اولین و آخرین بار از تو یک چیز میخوام. امشب در مقابل من صادق باش. ما هر وقت در مقابلت صادق بودیم ملکه. کل چیزا فهمیدی. ای که عزیز مرا در نیمران نمانده بود، ای که ترکم نکده بود، ای که نام عزیزت تو از بین برده بودی. هیچ انکار نکن. خدا در نظرم دگام حقیر نساز. تو تنها یک نامه را نابود نکدی. تمام عمر مرا از دختر من، از عزیز نابود کردی خلیل. آرزوهای مرا، اعتماد که نسبت به انسان ها داشتم، کل شب با خواب یک سانس ساختی. وقتی که عزیز از چهار طرفم گم شد، با طفل که دوت نم داشتم بیچاره مانده بود. هیچ راه بیرون رفت نداشتم. بعدن تو در مقابل من استاد شدی. با وجود فهمیدن کل چیز خواستم به مرسی کنی. سرت باور کردم، به تو اعتماد کردم، به تو پناه بردم بدون از اینکه بفهمم کسی که کمر مرا میده کرده از پشت او تو بودی. چطور این کار تانستی خلیل؟ 26 سال با عمق چشمایی دیده دروغ گفتی. چطور تانستی زندگی قدر انسان ها را تباه کنی؟ تو چه قسمی کارا را میکنی خلیل؟ در مقایسه به اشتباهات فداکاری بسیار زیاد است ملکه. تو چه قسم یک آدم هستی؟ دنیای ما را ویران کردی، هنوزم از خود دفاع میکنی؟ یک بار خودخانه باش، یک بار درست و صادق باش خلیل. درستی و صداقت میخوایی ملکه. درست است، درست میباش. تا به امروز به کردهای خود یک ذره پشیمان نشدیم ملکه. بله، من اون نامه را از بین بردم. من از عزیز توپراک به پلیس گزارش دادم. او گناه را من سرش انداختم. فهمیدی؟ اگه امروز مامت شب باز مامتو میکنم. به خاطر که من در زندگی خود به اندازه تو هیچ کس دوست نداشتیم. 26 سال به امیدی زندگی کردیم که شاید یک روز تو مرا دوست داشته باشی. به خاطر که نگاه های عزیز توپراک از سر تو دور شود. 26 سال چی؟ 126 سالم در دان دروازه غلامی تمین کردم. عشق دبدی و کثافت کاری های دخیل نکن خلیل. تو درستی خواستی ها؟ اصل گپ همی بود ملکه. حالا تو برم بگو، تو چقدر درست بودی ها؟ اگه در بدن طفل نمی بود، اگه بیچاره نمی بودی، زیادش خواهیش یک روز از عمرت برم میدادی، یک روز طرفم سیل میکردی، نمی دیدی، سیل نمی کردی. به خاطر که من خلیل بیچاره هستم، خلیل نادار و بی پول و بی پیسه هستم. البته مثل عزیز توپراک خود تو برم چانس نمیدادی ملکه. من خودم این چانس برای خود خلق کردم و اون به قیمتی که عزیز توپراک واری یک آدم دشمن خود بسازم، و اون به قیمتی که زنی که دوست دارم هیچ وقت بروی نبینه. حالا تو برم بگو ملکه، کی تو را زیاد دوست داشته؟ تو ایره برم بگو من دوست داشتم یا عزیز؟ تو هم عشق و هم مرا بسیار اشتباه شناختی خلیل. توسط بدی و خلافکاری عشق بزرگ نمیشه، نابود میشه و از بین میره. تا کل چیزه از بین بود. به نظر من ختم شد. تا دوای طلاق گوش کنی که در مقابله بار دیگر نیاد. من از تو منصرف نمیشم ملکه. خوبتر به نظر میرسی الینا. خوب هستم لالا جان، بسیار خوب هستم. دیگه خوب میشه لالا جانش. دکترها گفتن 2-3 روز بعد از ماشین جدایش میکنیم. روز 2 بار اکسیژن بگیره کفایت میکنه. این
خب خبر فوق‌العاده است. بسیار خوش شدم الینا جان. الینا جان، انگشتر تو بسیار ظریف است. کنان ایرا برم توفه داده. بله، ما و الینا بین خود یک تصمیم گرفتیم. بسیار زود انشاءالله نامزد میشیم. بسیار فکر خوبه کردین. مبارک باشه. چی شده ابرو؟ مثل که از این خبر خوش نشدی. با طور جان موندی. ما در زندگی از همه که از زیادتر خوشی کنعانه میخوایم. او مثل لالای بس. همیشه خوش باشی انشالله. زنده باشیم. مبارک باشه. به خاطر هر دویتان بسیار زیاد خوش شدم. مام تبریک میگم. بسیار خوب است که فوراً سر نکان نرفتین. عالی است. کل مراسم به نوبت انجام خواهد شد انشالله. زندگیم لطفاً. زندگیم ما چی گفتیم؟ فقط نظرم براشون گفتم. یک کمی عجله نمیکنی الینا جان؟ هنوز کاملا خوب نشدی. ما همین قسم خواستم لالا جان. فوراً نامزد میشیم. همین که خوب شدم باز نکاح میکنیم. به نظر ما زیاد طول نمیدیم و عروسی خدا برگزار میکنیم. در اون صورت ای دو روز مهمه یک جای تجلیل میکنیم. چی نظر دارین؟ روز مهم دومی چی است اصل جان؟ افتتاح رستورانت ما. نامزدیتانه در رستورانت ما برگزار کنین. من کل چیزا تنظیم میکنم. نخوشیتانم سهیم میشون. البته جانم، باعث ای خوشحالی تو هستی. البته ما از برکت تو معرفی شدیم. به نظر من بسیار عالی میشه. مفکوری بسیار خوبی است. تو چه فکر میکنی؟ با ما فرقی نمیکنه. در اون صورت سبا بیاین. ای که چی باید کنیم دربارش تصمیم میگیریم. کل چیز بسیار عالی خواد بود. میرم نه عشقم. در نظر ما یک طرح هست که باید دربارش گپ بزنیم. من قبول دارم. پس به خانواده ما خوش آمدیم مایگی. خوش باشی. مقصد قدر وقت که محفل کلان گرفته نمیتونیم. از او خاطر مهمان دعوت نمیکنیم. در بین خانواده خود تجلیل میکنیم. چی نظر دارین ها؟ کم از کم دوستای نزدیک خود دعوت کنم. این قسمی بسیار بد میشه. درست است عزیزم. حتی دکتر صاحبم دعوت میکنیم. کم از کم متوجه میباشه. بسیار خوب است مادر. خوش آمدی. خوش باشی. تو را قسم به عجله خواستم. بسیار میبخشی. مهم نیست، اما 3 بجه قرار ملاقات دارم. امروز کنان و الینا میاین در رستوران به خاطر محفل نامزدی. میفهمم. بیازو اگه یک قدر یک چیز مهم نمی بود تو را نمیخواستم. من به تشویش شدم. او چی است که حتی در خانه دربارش گپ زده نمیشه؟ توضیح تو. خود چی می نوشی؟ قهوه؟ خوب است. سلام. لطفاً 2 قهوه فطری، یکیش بی شیر باشه لطفاً. بچه‌شون خانم. پس نامزد میشی ماما. هم در رستورانت ملکه و اصل. اونا پیشنهاد کردن، مام رد نتونستم. حتی مام فکر نمیکردم که کارایت قدر پیچیده و مغلق شده. خب انشالله که مام دعوت هستیم نی. ماما اگر شما نباشین خوبتر میشه. میبینی نه حافظ، بیادر ما نامزد میشه اما مام دعوت نیستیم. ماما کل چیز معلوم از خودت میفهمیده که نمیخوایم که کدام جگرخونی پیش بیایه و الینا دوباره مریض شود. دختر هنوز مکمل خوب نشده. امی قسم باشه شیرم، هر قسمی که تو میخوایی،
اما ما توفی نامزادی خدا روان میکنیم. من قسم نیست حافظ. روان میکنیم رئیس. ماما در فکر تو چیزی که در فکر ما از مهم نیست شیریم. چیزی که در فکر او رول از مهم است. نظر به ای که ماری قسم باجله با اینجا خواسته حتما کدام نقشه داره. بالا مام نمیفهمم در فکرش کدام نقشه است. اما باش که بیایم کمی بعد میفهمیم که در فکرش چه قسم یک نقشه شوم از بچه. تشکر. کدامش بدون شیر است؟ طرف راستش. زنده باشی. بدون شیر میخواستی نه؟ بگی. خب دفنه بگو میشنوم. گفتم که عجله دارم نه؟ ای که چرا تو را به اینجا خواستم دلیلش ابروست. ابرو را چی شده؟ ای تو نکو اصلا. کسی که داخل اتاق علینا شده و ساکت ماشین کشیده ابرو است. تو چطور قسم یک چیز گفته میتونی؟ ثبوت داری؟ با ثبوت هم ضرورت است. برام نگویی که متوجه نگاه های ابرو به کنعان نشدی. او عاشق کنعان است. از مسئله نامزادی خبر شده و نتونسته خود کنترل کنه. چتیات نگو دفنه. تو به خاطر گپ زدن درباره این چتیات مرا خواستی؟ تو هم خوب میفهمی که هیچ کدام اینا چتیات نیست. اصل کم سر حافظت فشار بیار. باز میفهمی که محبت جانم است. آقا اورال در کشتی خود مهمونای خاص خود دعوت کرده. یک نفر کار دارن که در اونجا کار کنه. ما هم گفتم که به کس دیگه ضرورت نیست. اصل کار میکنه. باید یک راه حل پیدا کنیم. بعد از این ساعت نمیتونی به خود فکر کنی. چیزی که به خیر همگیز هم تو باید رفتار کنی. باید همراه اورال عروسی کنی. به خاطر عشق کنعان خواسته از الینا نجات پیدا کنه. دازم غیر از ابرو دیگه کی مرگ الینا را میخواید؟ یک کتابچه یادداشت‌های روزمره داره که از همگی پنهانش میکنه. به نظر من در اون هر چیز نوشته است. اصل جان تو خوب هستی؟ نه خیر. نه من خوب نیستم. باید بریم دفن. باش که کمکت کنم. وضعیتت خوب معلوم نمیشه. خب اورال دیمیروغلو منتظره چی هستی؟ نه که کدام مهمان داریم که از عثمان پایین میشه. دقیقا همین قسم است عزیز توپراک. یکم دیگه منتظر باش. همیشه تو ما را غافل گیر میکنی اما این دفعه نوبت من است. اصل خوب هستی؟ اصل من خوب نیستم. نمیفهمم چی شده. باید فوراً پیش دکتر بریم. حالا جانم بریم. فوراً باید بریم. حالا بله میشنوم. عالی است. بسیار تشکر. زنده باشین. خدا خیرتان بده. خداحافظ. خب آقایان چشم کل ما روشن باشه. یک فاجعه بسیار بزرگ سپری کردیم و ما بالاخره هم کشتی و هم مال نجات دادیم. چی شد؟ شما خوش نشدین؟ مرا دست کم نگی عزیز توپراک. اورال دیمیروغلو به زودی هر دویتان دست خالی از این شرکت روان میکنه. صبر کنین.
درست میبینین. اورال چی گم هست؟ میشه برم تازه بدی؟ تو چی گلا با آب میتی؟ کشتی چطور از فرانسه کشیدی؟ تو در کار مداخله نکن، کفایت میکنم. مطابقی چیزا رو از فکرت بکش. فعلا موضوع اصلی ما ماهی گیر است. مسئله نامزدی شمرای علینا اصلا خوب نیست. بله، راستش من تعجب کرده بودم که چطور به او آرامی واکنش نشان دادی. تا که نکاح صورت نگرفته مشکل نیست. پلان اون ماهیگیر مشخص است. میخواد با علینا عروسی کنه و سهام شرکت زیر کنترل خود بگیره. خب باید چی کنیم؟ ما هیچ کاری نمیکنیم. تا که علینا خوب نشده منتظر میباشیم. تو هم دمی اصلا معلوم میکنه که عزیز و کنان کدام پلان نو دارن یا نه. سینا، با آخرین بار در طفولیت سرت باور کرده بودم. بسیار وقت گذشته. لطفاً منو نشرمان. تشویش نکن. موضوع علینا است. اگه به خاطر تو هم نباشه، به خاطر علینا کار میکنم. دکتر صاحب چی شدش؟ کدام مسئله قابل ترس نیست خانم اصل. یک وضعیت است که نادراً واقع میشه. بعضی اوقات تغییرات هورمونی با وجود ما مطابقت نمیکنه و واکنش نشان میده. اگر در گذشته نزدیک از کدام واقعه غم انگیز و استرس دهنده را تجربه کرده باشین، همو باعث شده. فکر نمیکنم که دوباره تکرار شود، اما در مقابل هر نوع احتمال یک دوایی میتونه که مانع درد و خونریزی شود. بسیار تشکر دفنه، از تو هم بسیار زیاد تشکر. آی مرا بسیار زیاد ترساندی دختر. خوب است که در پیشم بودی. شکر که به اینجا نزدیک بودیم. دکتر صاحب زنده باشه. سال هاست که اینا دکتر ما هستن. بسیار تشکر. ما باید برم، ناوقت شده. نمیشه ملاقاتت به تأخیر بندازی اصلا. باید به خانه بری و استراحت کنی. نه نمیشه دفنه، باید برم. سعیست در صورت تو برو. من نسخه و دواهایت گرفته شب میایم. درست است. زنده باشین، موفق باشین. زنده باشین، شفا باشه. چی میگی سلیم؟ راستش تا امروز با هیچ کسی یک جایی نشده. زنده باشی سلیم. دفنه؟ خب به خاطر ای که قرض دارت هستم این معاینه را قبول کردم. معلومات محرمانه باید مخفی بانه، اما دفعه بعدی هیچ وقت از من قسم یک چیز نخواهی. در وقتش تو در حق من یک نیکی کلان کرده بودی. حالی هم من جبران کردم. حال حساب ما تصفیه شد. خب تو هنوزم نمیخوایی برای من بگویی که او را چطور اینجا آوردی؟ خب این دوا کدام ضرر خو نداره؟ نه نداره. کافیست که در چای یا قهوهش یک قطره بندازی. باز در ظرف 10 دقیقه خونریزی و درد برش پیدا میشه. بعد از او باز اینجا بیاریش. ولی خانم دفنه، اگه آقا سلیم خبر شوه مرا از کار اخراج میکنه. بین خود ما میمونه جانم. تو تشویش نکن. تو هم دیگه زیاد سوال نکن سلیم جان. با یک شکل حلش کردم دیگه. موضوع را فراموش کن دیگه. من رفتم. همینجا هست؟ بله خواهر، آدرس را که گفته بودین همینجا هست. درست است. بسیار تشکر.
نکده. به نظر ما او را لوره کشتن. کیره ده اینجا نشر کده بگوید. خاموشش کنه. وقتش رسیده خانم جانم که با خانواده دیمیرغلو تصفیه حساب کنیم.